ببین عزیز دل، بازار گوشی‌های هوشمند عجیب غریب شده و این وسط اپل و سامسونگ اومدن استاندارد تعریف کردن. حالا Nothing Phone 3 این ادعای جسورانه رو داره که میتونه جزو غولای پرچمدار باشه. حالا واقعا میتونه؟ این گوشی با قیمت $799 مستقیما وارد رینگ مبارزه میشه با کی؟ آیفون 16 و S25. حالا اصلا شرکت ناتینگ از کجا اومده 5 سال پیش با یه جفت هدفون حسابی سر صدا کرد. حالا وقتی که وارد دنیای گوشی‌های هوشمند شدن، از نظر اقتصادی و زیبایی شناسی خیلی متمایز بودن. زمانی که وارد بازار گوشی‌های هوشمند شدن، با یک طراحی باحال خوشگل مشکل و قیمت اقتصادی حسابی غوغا کردن. حالا زمانی که وارد بازار گوشی‌های هوشمند شدن، از نظر زیبایی شناسی کلی حرف داشتن واسه گفتن و از همه مهمتر اقتصادی و جزو گوشی‌های میان رده بودن. فقط باید این نکته در نظر داشته باشیم، عرضه یک گوشی پرچمدار اصلا کار ساده‌ای نیست. وقتی که شرکت $799 برای یک گوشی دریافت میکنه، دیگه فقط نباید یه کار خاص باشه، باید بتونه با خیلی از گوشی‌های پیشرفته رقابت کنه. طراحی فون 3 واکنش‌های متفاوتی رو برانگیخته کرده، در حالی که عناصر شفاف رو حفظ کرده اما اجرای طبیعی تری داره. برگیری NFC کویل، فیچرهای نامنظم پشت گوشی و دوربینای ناهمتراز. همگی اینها در کل یه حس مینیمالیسم قشنگی رو بهت میده. فون 3 مقاومت در برابر آب و گرد و غبار رو با IP68 تایید میکنه. این یعنی برو تو لیست پرچمدارا. مید فریمش آلومینیومیه و شیشه جلویش گوریلا گلاس 7i. یه جایگزین میان رده برای ویکتوس 2 که توی S25 به کار رفته. یه ویژگی برجسته‌ای که داره اون چراغ ضبطشه که میتونست روشن‌تر باشه، ولی خب یه حس مؤدبانه‌ای داره که میگه آهای من دارم صداتو ضبط می‌کنم. Nothing قبلاً گلیس لایت بار داشته، اما الان اومده گلیس ماتریکس اضافه کرده که میتونه همخونی داشته باشه با گلیس لایت وایس. گلیس ماتریکس نیاز به یه تاچ کوچولو داره. وقتی اون دکمه رو فشار بدی، اون قسمت میتونه تبدیل بشه به یه چراغ قوه کوچولو در سر شارژ باتری رو نشون میده و از همه مهمتر میتونید بازی‌های باحال مثل سنگ کاغذهای چیت بزنید. یکی دیگه از قابلیت‌های ماتریکس قابلیت ریر کامرا پریویو برای سلفی‌های با کیفیته. قابلیتی که گوشی‌های دیگه با صفحه نمایش ثانویه اجرا کرده که میتونی باهاش کلی موزیک‌های خفن بسازی و میتونی بازی‌های هیجان انگیز بکنی. پس در نتیجه یه ذره برای استفاده سنگین مناسب نیست، ضعیف ممکنه عمل کنه مخصوصا توی گیمینگ، ولی مولتی تاسکینگش بدی نیست. از نظر رنگ و نور باید بگم که با آیفون 16 برابری میکنه، اما برخی از گوشی‌ها از LTPO به جای LTPS استفاده میکنن که این باعث میشه رفرش ریت تا 30 هرتز کاهش پیدا کنه و این یعنی باتریت. یکی از قابلیت‌های باحالی که داره قابلیت نوتیفیکیشنه که شما میتونید اسم طرف مقابلتو شبیه یک عکس، مثلا شما اسم منو شبیه یک گل سرخ در نظر بگیر. وقتی گوشیت پشت و روه، عکس گل میفته به زنگ میزنن، دیگه لازم نیست گوشیتو برگردی. خیلی باحاله. حالا که بحث باتری شد، بریم ببینیم باتریش چه خبر. شارژینگش هم که خیلی سریعه با پشتیبانی 65 وات، باتری 5150 میلی آمپر ساعتی که از 4000 S25 و 4900 S25 پلاس پیشی میگیره. حالا همه اینا رو گفتی تناز، اونی که باید بگی و نگفتی دوربین چی؟ خب باید بگم که 3 تا لنز داره، اولترا واید، تلفوتو، ماکرو، کیفیت وضوح عالی، چیزی تغییر نکرده، فقط لنز ماکرو تقویت شده. حالا اگه بخوایم عمیق‌تر بررسیش بکنیم، دارای اسنپ دراگون 8S نسل 4 که یه پله پایین‌تر از اسنپ دراگون 8S الیت. در کل برای جمع‌بندی بخوام بهتون بگم، حرکت جسورانه‌ای بود، اما خودش رو تو لیگ پرچمدارا قرار داده یا نه، تصمیمش با شماست با توجه به چیزهایی که گفتیم. میتونه با اون آیفون و نمیدونم
S25 و اینا رقابت بکنه؟ بازم نظر راستی یه دقیقه وایسا. به محض اینکه گوشی وارد ایران بشه شما میتونید با کف قیمت از سایت گوشی آنلاین تهیه‌اش کنید. آیا انقلابی ایجاد کرده؟ نه. حرکت جسورانه بود ولی انقلابی ایجاد نکرد، اما میشه بهش امیدوار بود. نظرتون توی کامنت برامون بنویسین. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنین. دوستتون دارم. خوشحال شدم.